یه دختر خوشگلی بود که هر روز تو اینستا دنبال کیسای ازدواجی میگشت و همشون کیری بودن، تا اینکه یه پسر ژوست و مامان پیدا کرد که فقط یه کوچه با هم فاصله داشتن. آقا پسر قصه ما هم در به در دنبال کوس بود، ولی همش کوس کیریا به طورش میخوردن، تا اینکه عکس پرنسس داستان رو دید و با خودش گفت من تا آبمو نریزم داخل چش این دختره بیخیال نمیشم. خلاصه شروع کردن به چت و لاس و لوس و یه قرار بیرون گذاشتن و گفتن بریم کلاب. پرنسس قصه ما یه لباس بدن نما پوشید تا یه شب رویایی رو برای خودش رقم بزنه. کلاب پر از مردای کیرتیز بود و همه به عشق سکس اومده بودن و از شانس بد پرنسس گوشیش خاموش شد و نتونست پرنس قصه رو پیدا کنه. پرنس هم بسیار نگران شده بود و هزاران پیام به دخترک داده بود و منتظر جواب، اما نمیدونست که گوشی پرنسس خاموش شد و فقط یه چیز تو ذهنش بود: من باید اینو بکنم. هر طرف رو نگاه میکرد یا دخترها داشتن مست میکردن که بدن، یا داده بودن و داشتن سیگار میکشیدن و پرنس دیگه باخت رو قبول کرده بود و یکم عرق کلش رو گرفته بود که ناگهان از میان ابرها اون عشق ابدی خودش رو پیدا کرد. اوف، مماتو بخورم. 12 شد، من باید برم دیگه. چی میگی تو؟ هیچی، من باید برم. من هنوز نکردم. من باید برم، به دست نزن. با بیناموس من قرص خوردم امشبو. میگم یه روز دیگه دستمو ول کن. فقط یه ساک ریز. بیناموس میذاری برم یا کسونه واویلا را میندازم ها؟ ببین قول میدم زیاد طول نکشه، بیا دیگه. وای 12 شد. خب بشه، بذار یه روز دیگه. ببخشید خداحافظ. وایسا.